أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب مسلم 2812 می باشد. جابر و پدرش هر دو صحابه می باشند. جابر یکی از صحابه هایی که بسیار حدیث را روایت کردند. پدرشان در غزوه احد شهید گشته است. جابر بن عبدالله میگویند که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم ان الشیطان قد ایس ان یعبده المسلون فی جزیره العرب ولكن فی التحریش بینهم. شنیدم که از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند شیطان قد ایس ان یعبده المسلون فی جزیره العرب. شیطان ناامید گشت. شخصایی که موحد هستند دیگر شیطان را نمی پرستند. شیطان از این ناامید گشت. شیطان می خواهد که تمام بنده ها او را پرستش بکنند و بت پرستی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، همین شیطان سبب گشت که مردم بت پرست گشتند. شیطان سبب شد که مردم او را پرستش بکنند. برای من شیطان دیگر در سرزمین عرب ناامید گشت. ولكن فی التحریش بینهم. اما دومین کاری که میکند شیطان بین مسلمانان حسد، کینه، جنگ و عداوت را برانگیزد. این را حرکت میکند. میبینیم که بین مسلمانان کینه و حسد و جنگ وجود دارد. این را شیطان تا حاضر توانست، اما نتوانست که موحدان را از راه یکتاپرستی برگرداند. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الشیطان قد ایس ان یعبده المسلون فی جزیره العرب ولكن فی التحریش بینهم. فتنه شیطان که از الله وقتی که از درگاهش، از رحمتش او را بدرقه کرد، گفت مرا مهلت بده تا روز قیامت. برای همین در حدیث آمده است که در حدیث این مسلم است عرش ابلیس در آب می باشد. هر روز او لشکرش را به سوی مردم برای فریب کردن و به فتنه انداختن می فرستد و آن لشکرهایش به نزد مردم می آیند و فتنه می کنند. بعضیشان نمازشان را فراموش می کنند، بعضیشان زنشان به همسرش فتنه می اندازد که طلاق می دهد و با مردم کینه و عداوت را پهن می کنند و به نزد ابلیس می روند. می گویند که من امروز این چنان کار کردم و چنان کار کردم و ابلیس می گوید که چه کاری را انجام ندادی. یکی از آنها می گوید که من یک مرد را از زنش، یک مرد مسلمان را از زنش جدا کردم، چنان کردم که او طلاق داد. سپس این شیطان میگوید که کاری خوبی کردی، تو از همه کاری خوبی را انجام دادی. فیدنیه منه و یقول نعم انت. او را به نزد خود نزدیک میکند. تو بهترین کار کردی، تو امروز به من نزدیک، یعنی مقربین هستی، یکی از بهترین میباشی. برای چه شیطان از مسلمانی که زنش را طلاق میدهد خرسند میشود، زیرا هم کودکهایش بی سرپرست میماند و امت، مجتمع از عائله آهسته وقتی که پراکنده شد و کودکهایش بی سرپرست میماند، در این وقت گمراه شدن آنها، شیطان آنها را گمراه کردنش آسان می باشد. برای من شیطان می خواهد که اول عائله را نابود سازد. می بینیم که در اروپا عائله وجود ندارد،
فرزند، زن و فرزند، عائله نیست. برای همین آنها در کفر و در شرک و در گناه آمیخته هستند. این شیطان میخواهد که مسلمان همسرش را طلاق بدهد و کودکها ضایع گردند و بی سرپرست مانند. این را شیطان میخواهد. برای همین شیطان ها به نزد ابلیس، به شیطان بزرگ میروند و چنان گزارش میدهند، میگویند چیز ما صنعت شیئا، ما چیز نکردی. یکی میگوید که من چنان وسوسه کردم که یک مردی مسلمان همسرش را طلاق داد. در حقیقت در دیگر حدیث ها آمده است که شیطان در هر راهی فرزندان آدم می نشیند. فقعد له بطریق الاسلام فقال تسلم و تذر دینک و دین آبائک و آبای آبائک. وقتی که یک شخص به اسلام میخواهد که درآید، میگوید که آیا تو مسلمان میشوی، دینی بابا و اجدادت رو ترک میکنی؟ فعصاه فاسلم. سپس این مرد فرمان شیطان را میبرد، اسلام میآورد. ثم قعد له بطریق الحجره. سپس به طریقی وقتی که یک شخص دیارش را میگذارد، میخواهد که هجرت بکند از کفر به طرف اسلام، دور الاسلام هجرت میکند، میآید میگوید که وسوسه میکند تهاجر و تدع ارضک و سماک و انما مثل المهاجر كمثل الفرس في تولی فعصاه فهاجر. و میخواهد که تو دیارت رو ترک میکنی، برای چی هجرت میکنی؟ هجرت نکن. سپس به طریقی شخصی که جهاد میکند، میخواهد که به جهاد برود، در راه جهاد می نشیند، میگوید که برای چی جهاد میروی؟ تجاهد فهو جهد النفس والمال. میگوید که تو به مشقت میافتی و مالت رو صرف میکنی. فتقاتل فتقتل. تو میمیری و همسرت رو دیگر شخصا به نکاح میدرورند و مالت رو تقسیم میکنند. این شخصی که مجاهد است و شیطان رو نافرمانی میکند و به جهاد میرود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فمن فعل ذلك كان حقا علی الله ان يدخله الجنه. هر کسی که شیطان به چنین راه ها میدارد، اگر فریب میخواد که وسوسه بکند و اگر شیطان را نافرمانی بکند، هجرت بکند، اسلام بیاورد و به جهاد رود، الله بر دوش خود گرفته است که او را به داخل بهشت بگرداند. و من قتل کان حقا علی الله ان يدخله الجنه. هر کسی که به جهاد رود و در این جهاد بکند و الله بر او وعده کرده است که وعده داده است که داخل بهشت گرداند. و این غرق کان حقا علی الله ان يدخله الجنه. هر کسی که در هجرت در جهاد غرق شد یا که وقصت دابته کان حقا علی الله ان يدخله الجنه، یا که او در راه صدمه شد و که حیوانش او را گفت، او را آسیب دید. شخص مهاجر وقتی که هجرت میکند، مشقت ها رو میبیند، جهاد میرود، مشقت ها رو میبیند و اگر در راه بمیرد، او الله میگوید که کان حقا علی الله. بر الله واجب است که بر خودش واجب کرده است که او را بر بهشت جاویدان جای بدهد، به جنت داخل بکند. برای همین فریب شیطان بسیار است. باید مسلمان از فریب های شیطان آگاه باشد. شیطان میخواهد که با هر فکر بیارد، یعنی از اعتقاد صحیح مردم رو برگرداند. میگوید که تو را کی خلق کرد؟ و سپس الله میگوید، وقتی که سوال میدهد که الله را کی خلق کرد، وقتی که به چنین شک افتادید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که شما بگویید که آمنت بالله، تو به الله ایمان آوردم بگویید و این جواب وسوسه شیطان می باشد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.